سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه برنامه از برنامه‌های دروس حج قرار داریم. حاجی محترم وقتی که وارد مکه مکرمه می شود، بعد از اینکه از طواف و از سعی بین صفا و مروه و از اینها تمام میشه، رایی مشاعر مقدسه میشه مثل منا و عرفات و مزدلفه و اینها. حالا بزرگترین رکن از ارکان حج عرفه هست. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج عرفه، حج عرفات هست. آن روز نهم ذوالحجه بزرگترین رکن و با عظمتترین رکن از ارکان حج و قرآن هم اشاره میکنه فاذا افضتم من عرفات. حالا در این روز که فضائل زیادی آمده و روز عرفه روزی است که انسان متوجه می شود که من غیر از این روز دیگری را پیش روح دارم که آن روز قیامت هست. امروز اگر ما اندکی از انسانها در این وادی و یا در این دشت و بیابان جمع شدیم، با این جمعیت بزرگ، این اندک امروز به چشم ما اینقدر بزرگ نمایان میشه، آن روزی که از آدم تا خاتم همه انسانها جمع میشوند در حشر چگونه روزی خواهد بود؟ روز عرفات روزیه که نمایندگی از روز قیامت می کند، یعنی برای انسانها نشان میده که یک روزی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی شما حاضر می شوید و باید جواب بدهید. روز عرفات روزیه که میتونیم بگیم که روز توبه هست، روز عفو و بخشش هست، روز شکست دشمن، شکست شیطان، روزیه که شیطان در گوشه های یا از وادی های عرفات خاک ها را بر سر خود می ریزاند و فریاد می زند که من 40 سال 50 سال بیشتر و کمتر یک انسان را به گمراهی کشاندم. امروز در اینجا می آید و الله سبحانه و تعالی او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار میده. خارترین و ذلیلترین روز برای شیطان روز عرفه هست و روز عرفات هست. روز عرفه روز عدالت،
روز مساوات و برادری و برابری است. همه کفن پوشان، همه یک نوع لباس، هیچ کس نمی شناسد امیر کیست، مأمور کیست، حاکم کیست، محکوم کیست، فقیر کیست، غنی کیست، کسی نمی شناسد. روز عرفه روز اکمال دین، روزیه که الیوم اکملت لکم دینکم نازل میشه. روز عرفه روز تغییرات، روز تحول، روزیه که انسان با کوله های از گناه و معصیت وارد عرفات میشه و هنگامی که از عرفات بیرون میشه رجع که یوم ولدته امه. روز عفو و بخشش، روزیه که کرم پروردگار عالم، رحمت پروردگار عالم شامل حال اهل عرفات میشه. پس فضائل، برکات در روز عرفه هرچی بگوییم هنوز کم گفته ایم. حالا دروسی که از عرفات میگیریم، این دروس چیست؟ این درس ها چیست؟ اولین درسی که حاجی از عرفات میگیره، باز هم همانطوری که درسی که در طواف اشاره کردیم که درس وحدت، در روز عرفات حاجی درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی، این درس را از عرفات می آموزه که امت اسلامی ملت واحد هستند. حاجی دیگه به زبان خود نمیاره که تو از فلان قومی و ما از فلان قوم، اگر بیاره هم با تعبیر قرآن به خاطر لتعارفو هست، نه به خاطر تفاخر. دیگر حاجی دیگه این از ذهنش پاک میشه که تو از فلان کشوری و من از فلان کشور و تو در فلان مذهب هستی و من در فلان مذهب، همه بر محور قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میچرخه. درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی اولین درسیه که روز عرفات برای امت اسلامی که در عرفات قرار دارن این روز میآموزانه. دوم، این درس را میدهد که ای حاجی و ای شخصی که تو امروز در عرفات قدم گذاشتی، تو نماینده خود نیستید، فقط از طرف خود نیامدی. 5 میلیون حاجی، 4 میلیون بیشتر و کمتری که در عرفات جمع میشن، اینها همه به نمایندگی کل امت اسلامی در اینجا جمع شدن. عرفات یعنی یک کنفرانس امت اسلامی است. امروزه وقتی میبینیم رسانه ها و اخبار خیلی اخبار مسلمین را که خوشحال کننده برای مسلمان هاست پخش و نشر ندارن. مسلمان ها در آمریکا چگونه هستند، مسلمان ها در افریقا چگونه هستند، مسلمان ها در آسیا چگونه هستند، مسلمان ها در گوشه گوشه دنیا چگونه هستند. در این روز این درس برای ما میده و این حکمت و این فایده اینه که ما از حال همدیگر واقف میشیم. برادری از کشور اروپایی میایه در کنار برادری که از کشورهای آسیایی آمده، می نشینن با همدیگر صحبت میکنن. در کشور تو مسلمان ها چگونه هستند، در کشور ما این گونه هستند، ما دارای این جمعیت هستیم، دارای این مساجد هستیم، دارای این وظایف هستیم. اینه که این درس را روز عرفات برای حاجی میآموزانه. دیگر این که روز عرفات گفتیم که نمونه از روز آخرت هست. در روز عرفات حاجی به این فکر میفته که روزی می آید که
آن روز فاذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت الصاخة، روزی می آید که این زلزلة الساعة شیء عظیم، روزی می آید که خیلی روز سخت، روز وحشتناک، روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره جز اخلاص، جز اون قلبی که مملو از اخلاص به خدا ترسی باشه. روز عرفات ما را وادار میکنه تا این که ما فکر کنیم که یک روزی آماده نیست و ما به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشیم و پیشگاه الله سبحانه و تعالی باید جواب بدیم که در دنیا ما چکار کرده ایم. پس عرفات دروس زیادی داره به این که گفتیم واقف شدن از حال همدیگر، درس وحدت، اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی و همچنین افتادن به یاد آخرت. درس هایی که حاجی از منا میگیره، اون درس ها چیست؟ بعد از میان برنامه بیان می شود ان شاء الله. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. فاذا افضتم من عرفات گفتیم که روزی است که الله سبحانه و تعالی برای انسانهایی که در سرزمین عرفات قرار میگیرن با پشتهایی از گناه و معصیت، با کوله‌هایی از گناه و معصیت وارد عرفات میشن و آن روز چنان روزی است که در آن روز چنان ارتباط با الله سبحانه و تعالی برقرار میکنن که هنگامی که از عرفات بیرون میشن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند رجع کیوم ولدته امه، مثل این که روزی که از مادر تولد شده باشن، یعنی آثار گناه هم در وجودشان نیست. دروس عرفات را اشاره کردیم. حالا حاجی از عرفات که حرکت میکنه طرف مزدلفه و بعداً فردایش که روز 10 ذوالحجه هست طرف منا روان می شود. قبل از این که پیرامون مزدلفه اشاره کنم، دروس منا را اشاره می کنیم، چون طریق سنت و مسنونه هم قبل از آمدن به عرفات، یعنی شب 9 ذوالحجه، سنت هست که حاجی در منا همان شب را و همان مبیت را سپری کنه. در منا جایی که ابراهیم علیه السلام جگرگوشه خود را، جان جگرگوشه خود را بر طبق اخلاص گذاشت و میخواست به الله سبحانه و تعالی تقدیم کنه. وقتی خداوند اخلاص ابراهیم و اخلاص اسماعیل علیه السلام را دید، از ایشان اون اخلاص اونها را قبول کرد و پذیرفت و به جای اسماعیل علیه السلام آن ذبیحه و یا اضحیه فرستاد و اون گوسفندی که زیر کارد رفت و قربانی شد.
جایی که ابراهیم و اسماعیل علیه السلام دشمن بزرگ شیطان را که قرآن میگه انه لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکار شماست، این بندگان محبوب پروردگار عالم در آنجا دشمن را سنگباران کردند و او را از اطراف خود دور ساختند. منا خصوصا یوم النحر، روز نهم حجاج به عرفات بودند، دروس عرفات را بیان کردیم. روز دهم یوم النحر فضائل زیادی داره، ولی ما گفتیم که ما دنبال احکام و فضائل و اینها زیاد پیش نمی رویم، فقط بحث دروس هست. فضائل یوم النحر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انه خیر الایام عند الله، بهترین روز به نزد الله سبحانه و تعالی هست. یوم الحج الاکبر، روزی که حج اکبر صورت میگیره، چون اینها در روایات آماده، در سنن ابی داود روایت شده. فضائل زیادی. بزرگترین اعمال حج در این روز انجام میشه که از آن جمله یوم النحر روز رمی جمره عقبه هست. یوم النحر روز تقدیم هدیه هست، روز حلق و یا قصر هست، روز طواف و سعی بین الصفا و مروه هست، عید مسلمین هست. یوم النحر روزیه که حاجی اکثر اعمال حج در این روز انجام میده. حالا دروسی که ما از این روز میگیریم، درس اول حاجی چه کار میکنه؟ جمره عقبه را میزنه. حالا از زدن جمرات 7 ریگ حاجی برداشته و جمره را میزنه، یعنی شیطان را میزنه. دروسی که از این زدن شیطان و یا رمی جمرات ما میگیریم و حاجی از اینجا درس میگیره چیست؟ اینه که وقتی که شیطان زده میشه از حاجی پرسان میکنیم حاجی محترم شیطان را زدید؟ میگوید بله زدم. رمی جمرات نمودید؟ بله رمی جمره را نمودم، جمره عقبه را. یا روزهای بعد جمره اولا و وسطا و عقبه را زدم. چی درس گرفتید؟ فقط او دیوار را هدف گرفتید و یا این که مراکز شیطان که در وجودت نفوذ کرده بود یا اونها را و یا اون پایگاهایی که شیطان در وجودت قرار داده بود به خاطر زدن تو، به خاطر از بین بردن تو، به خاطر سرنگونی تو، یا اون پایگاههای شیطان را هدف گرفتید. وقتی حاجی جمره میزنه در هر ریگی که به طرف شیطان پرتاب میکنه باید به این صلاحی که در دست داره باید مراکز شیطان که در وجود هست آنها را مورد هدف قرار داد. چگونه؟ ریگ اول وقتی که زده میشه باید شخص فکر کنه که اگر در اعمالش ریا هست، این مرکز شیطان در وجود ریا را هدف بگیره. اگر انسان آلوده به دروغ بود، دروغ را هدف بگیره که بعد از این دیگه دروغ نگه، بعد از این دیگه ریا نکنه. تهمت و بهتان و افترا را مورد هدف قرار بده. حسد و کینه و بغض را مورد هدف قرار بده. او اعمال و صفات رذیله‌ای که در وجود هست باید اونها را مورد هدف قرار بده. نعوذ بالله اگر گناه و معصیت داشت، رشوت و قمار و زنا و دزدی و اینها را، هر کدام اینها مورد هدف قرار بده که بعدها دیگه
به طرف گناه و معصیت رجوعی نداشته باشه. پس این دروس از رمی جمرات حاجی میگیره. درسی که از اضحیه آماد، حالا گوسفند را ذبح کرد، هدیه را تقدیم کرد. قرآن به صراحت کامل میگه که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوی. این اضحیه باید که تو را به تقوا برسانه. یعنی وقتی کارت را گذاشتید بر حلقوم اون حیوان و گوسفند و یا شتر و گوی که بود، هرچی که بود، چون هدیه که پرداخته میشه همین هاست، یا گوسفند هست یا شتر هست یا گو هست. در این لحظه باید در زیر کارد خود تمام اون اعمالی که بین تو و بین الله سبحانه و تعالی فاصله ایجاد کرده بود، کارت را بر حلقوم اونها بگذار و بالآخره محبت اونها را، وساوس اونها را از دل خود بیرون کن، محبت الله سبحانه و تعالی را جایگزین بگردان. این درس را برای ما تقدیم هدیه میدهد. و این که حلق و یا قصر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون حلق و قصر که اشاراتی کردن که از این چی درس میگیریم، انشاءالله به برنامه بعد دروسی که حاجی از حلق سر خود را میتراشد و یا موهای خود را کوتاه میکنه، این چی فوائدی داره، چی دروسی داره، انشاءالله به برنامه بعدی. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.